قهوه رو اینطوری میزنیم بخوریم بیدار شیم. از عزیزم بگی اونجا آقای لمداده بقیلی میریز داریم. همچنین و میشتری کاری خود کار بکشیم ازش دلمون خونک شد. خب الان ساعت 5 صبح ما داریم میریم یه شغل جدیدی رو با هم دیگه تجربه کنیم. شغل قشنگ کشاورزی. کیه؟ کارگره اصولا هنو گیتر نیومده. از اونجایی که ما خانوما باید به خودمون برسیم حتی موقع کار کردن دیگه. عزیزو بگیر استر گنگو جون بخورم تو رو. چقدر شما ماشاءالله هزار ماشاءالله جذابی. اون من سرکارگرشونم خب ولی اینی که نیروی اصلیمه. خیلی دوستش دارم. اینجوری میگم خودش میدونه باید چیکار کنه. این کارگر اصولا اینجوری میکنم برم دیگه. اینو من میدونم دیگه. یعنی یه کارگر وقتی میدی کنارت رد میشه. خوش میدم دیگه دیر شد دیگه. الان ساعت شد 6. گیتی خیلی دیر شده دیگه. این آقای کشاورزی مقدار خسته است. گویا شب دیر خوابیده. ما هرچی میگیم بگید بخواب پرست و کار داریم که کشاورزی داریم. قهوه ما آوردن با خودم. فیلم خود چرا نمیگه من ایدم دیدار که میکنم. خب ما رفتیم خدافیز. داریم میریم کار کشاورزی انجام بدیم. خیلی این شغل من از بچگی دوست داشتم میدونی. این گفتم تجربه کن این شغل قشنگ و کشاورزیه. الان موقع برداشته چیه؟ نخوده. میریم نخودا رو روی زمین با دست. من دستکش ندارم که آوردن. البته این دستا دیگه تیغ میره تو این دستا. باید حتما از وسایلات خوبی استفاده کرد. نمیدونم چرا این انقدر بی ادبن. دوربین بعدشون میاد. دوربین بدم نمیاد. دوست ندارم کسی ببینه. دوست نداری کسی تو رو ببینه؟ آره مگه نه بلاگر میرم که چی مثلا این کسی دوست نداره؟ الان من تو رو برم میبینم با این قیافه دوست ندارم کسی. تو قیافت هم اینه دیگه کلا. خواهد چه کارش کنه؟ آره مثلا 18 تا آفتاب ضد آفتاب و این سفید کننده میزدم. منم مثل کو ولی من هیچی نزدم رو پوستم. یه دونه ضد آفتاب بی رنگ زدم. قرآن تو داشت. چرا فقط ضد آفتاب زدم نسوزدم. من خودم همینجوری قشنگم. بر منکرش لعنت. اعتماد به نفس تو رو تیغ داشت روزی 2 بار موز میدم. چشم هم قرمز شده به خاطر اینکه کم خوابیدم. من باید 8 ساعت بخوابم. اگه 8 ساعت میشه 7 ساعت اذیت میشم دیگه. یه دوده. حالا گرد و خاک. گرد و خاک هم نیست. این همه تپ و توزه. حالا تپ و توز. چه جذابه‌ای داره. خیلی. خب تنها چیزی که من گفتم صبح خودم بیارم چی بود؟ قهوه. دررین قهوه آوردم. طوله نزن تو کلم. خیلی بی‌ادبی.
ای تو رو بچگی یه مقدار درست تربیت می‌کردم الان اینجوری نبودی که. درست می‌شدی. جورابا رو آوردم بپوشم. کفشام آوردم. خب گفت اینا که نمیشه. این چیه؟ تیغ میره. بعد اومدم دیدم راست میگن، تیغ میره توش عزیزم، اینجا پر تیغه. الان یه کفشای دیگه آوردم. نه تمیزه خدایی. اگه بو میداد محال ممکن بود بپوشم. این آفتاب بخوره به من که من چی میشم؟ درجا میسوزم. چیکار کنم؟ اگه کلا نباشه کل اینجاهای پوسته چی میشه؟ میسوزه. یعنی باید یه دونه شال بیاری بپوشی. خب بعد روی شال یه دونه کلا بذاری، فقط چشاتو میذاری بیرون که ببینی. به این صورت بیریم. Let's go. زمین دراز، یعنی اینجا شروع میشه تا اون ته. بعد توش هم چی کاشتم؟ نخود. خدا رو ببینید. من فکر کنم این سبزا رو باید بچینی. در واقع این سبزا علفای هرزن. نخودا میدونیم کدومه اونا. اینا الان چیده شدن گذاشتن اینجا. ای عزیز جون، اینجا چی کار میکنی؟ خیلی کار سختیه ها، واقعا کار سختیه. این چیه؟ محل زندگی چه حیوانیه؟ اصلا چی کار میکنه؟ چی میخوره؟ چرا میره اون زیر؟ نمیدونم. بلش کن. چقدر قشنگه اینجا. من عاشق این کوهم، خیلی دوستش دارم. من دیگه خسته شدم. چی؟ خسته. ابی درستی؟ گوشیده بذار زمین بیا کمک دیگه بزنم. واقعا نمیتونم بابا. کونه بعدی کون. بابا خیلی کار سختیه. این الان چیه؟ نخوده. اینجوری حتما برای این کار باید از دستکش مناسب استفاده کنیم. درسته دستای من حالا به اندازه کافی خودشون خشن هست، ولی خب اینجا پر از تیغ میره توی پوست. اینجوری میگیرن میکنن به این صورت. وای خیلی تیزه آفتاب. خیلی دیر اومدیم. آره دیروز بابا اون دفعه 4:30 اومدیم. خسته نباشی. سلامت باشی عزیزم. خودت خسته نباشی. من خیلی خسته شدم. خانم یوتیوبر. نخود کندن تقریبا ساده است. یه سری نکات داره باید رعایتش کنی. همچین ساده هم نیست.
اولا اینکه دستکش خوب میخواد، چون این تیغایی که توش هست مثلا اینا، مثلا میخوای این نخوده رو بکنی، الان این خوب فاصله داره از این تیغا. باید دستکشی که دستته یه دونه پارچه‌ای زیرش بپوشی، یه دونه هم نایلونی روش. یا از این استاد کارا بکش. 2 تا دستکش. آره. بعد نخوده رو میکنی، بری این یکی دسته اینجوری که به صورت دسته‌ای شد. خب اینطوری میذاریش، میری یه ذره بالاتر از جایی که داری میچینی، یه خورده بالاتر که میکنی، مثلا اینا رو بذاری رو هم بشه یه دسته بزرگ. اصطلاحاً زبان محلی میگن باوش. آره. مثلا من اینجا رو دارم میچینم، اینو میرم بالاتر میذارم اینجا، اینجوری میذارم زمین. بعد یه خورده باید با نخود آروم برخورد کنی، یعنی محکم نکوبیش زمین که دونه‌اش بریزه. بعد میای دوباره میچینی همین شکلی. خیلی سخته ولی بدونی بیشتر سختش چیه؟ بیشتر سختش آفتابه است، اینکه گرماه. هیچ همین 4 صبح پا میشن یا مثلا غروبا 5 غروب به بعد میان دیگه، به خصوص الان که دیگه هوا خیلی گرمه. آره اینجوری نبود، انقدر گرم نبود. الان ماه مرداد هم هست دیگه، امروز 5 مرداده، خیلی گرمه. اون دسته قبلی رو که اینجا گذاشته بودم، الان این دسته رو به صورت زبدری میذارم، ریشه هاشون رو هم قرار میگیره، یه فشار میدی به همین شکل. دسته بعدی میاد این بر، دسته بعدی میاد این بر، تا وقتی که مثلا به این ارتفاع برسه. این سبز بخوره خودت بخور. مرسی. آه چون نخود داریم. خوریم. من خیلیم اینجا قبل مدیریت و چیز انجام میدم. دستم پیس شد. نوک. نخود سم داره میزنی بهش اینجوری میشه؟ آره دیگه. بگیر. پسر من نگاه فیلم بگی. ماشاءالله همیشه جلوی ماه. دیدی؟ اصلا فکر نمی‌کردم ماکان اینجوری بتونه کار کنه. کار خود دادی؟ یا کیه؟ ریشن گیاه و سر ریشه سوزکا یه سر. اینم یه زبون مسئله کردی بوده. یه گیاه، ایشون چی الان گیاهه؟ وسر ریشه سوزکا. حالا فارسی یعنی شبیه ریشاش میشه. پدر مادر هرچی باشه بچه هم آینشه دیگه. ولی برای ما این ضرور مثلا صدق نمیکنه. چرا؟ چون پدر کاری مادر کاری اصلا نگاه بچه‌ها کن. خیلی. واقعا؟ دیگه خوبین چرا؟ که تو سنگ نوردی داره کی داره؟ بعد یه سوال پیش اومد، کار من چیه؟ خوریگری. آفرین. کار فرش و تلویزیون. رو فرش میخوام تلویزیون نگاه کنم. ولی جدا از شوخی میخوای اینستا بذاریش، با پدرم کار میکنم. وکیلی من مثلا شغل پدرتون چیه؟ بیکاره. کار امی مثلا من یه روزم نمیتونم اون شغل امی رو داشته باشم. یعنی یه ذره پوست دستم بره تا یه ماه اینجوریم. خب این خودش یه پشت کاره دیگه. والا به خدا. کاری ساختن دیگه. آره دیگه. آخر سر که باوشو درست میکنن اصطلاحاً دسته های نخود رو گذاشتن رو هم، یه دونه سنگ یه چیزی میذارن روش، چون اینجا باد زیاد میاد. اینا رو پخش میکنه. آی وای عزیزم گفتم اینو نپوش. اینجوری باید اینا رو اون اومده پاس. نه بابا. دیدی اون چیغا خورده بهش، اینم پوستش حساس داد. عزیزم تو حداقل یا باید دیگه بلند می‌کشیدی یا جلوی بلند نیاورد. جالب اینجاست یک ساعت داره میگه لباس مخصوص میخواد، چی میخواد، همه رو میدونه از خودش. خب آخه نداشتم. لباس مخصوص یعنی اینا. نه خب بهترینش اینه یه شلوار گشاد، چون وقتی خم میشی دیگه زانوات هم اذیت نمیشه، بعد خنکه. سلام، خسته نباشید. خب الحمدلله سلامتی، خوش آمدی. مرسی دست در نکن. خدا نگهدارت. خدا نگهدار خدا خودت. حفظت کن. خدا خودت بخیرت کن. خدایا برشی آمین. امیدوارم بکروی آمین. بی ادب.
از بس دیگه بیا صبونه بخوریم. آره بیا پیش. من فقط این قسمتشو دوست دارم که صبونه میخوایم بخوریم. میشه من فقط این قسمتش بیام برم؟ نمیخورم بگیم نمیخوام. مرسی. صبونه خوشمزه داریم. نگاه میتونه میگه فیلم مسافر با آبرو نرینی تو بیا آبروی خودت میگه. منظورشون چیه؟ میگه آبرو قراره خودش اینفلوئنسر بشه. اگه همه اینفلوئنسر باید نمیدونم ولش کن. بیا راجع به صحبت نکنیم. اینفلوئنسر یعنی کسی که سبک زندگیشو به نمایش میذاره که اون سبک زندگی برای بعضیا انرژی خوبه یاد میگیرن. مثلا سبک زندگی ما بخوام بذارم 48 ساعت نمیشه بگیرنم. به خدا. به خاطر اینکه شما خیوری هستی. قربونت. كريك أولى عزيزم أولى جوباري أولى جوباري دم خواست نواز نفست قناری قولم بخينا بيجان هر مقام لاربو هر مقام لاربو جوابم توري خاليان فاتري واربو فاتري واربو دم در نتیبا وانا ملای دل بنالم لای دل بنالم شور نازارگان خوره لگل بمالم لگل بمالم کره زفی بی مولا سیزم گاگم رزیه نازاران وانا لالي متوريا لالي متوريا تنيا داري بما ميجان وافسر يا لا وافسر يا لا عزيز بم وداز باوانا بات شمالا بات شمالا شمال هاي امان دم لك فاوا دم لك فاوا ببيشم وخاق باوانا مشاين جفاوا شاين جفاوا تنيا دارك اي وصر يا لاوا لو صار يا لاوا عجل بمداس كاي يعني بات شمالا بات شمالا ايش والسلامتي مرسی.